یکیشون رو بخریم. به خدا من میگم مفته. آره اینا مفته. من به نظرم اون مریا رو بخریم. خیلی کور شدم. بود آخه اونجا من کورم میکنم. با میری تو تراس سایه برات صندلی این چرخونا میذارم. ماساژور هم هست. آره. سلام. شما من نمیشه. چالش داریم. سلام. من میگم ما رفیق شیم. سلام. ما رفیق شدیم. من تو رو نمیشناسم. با این رفیق نشدم. خب الان من بگیر. دست بده. باش ندید بیف میخواد. خب من بگیر. خب باشه یکیتون بیاد بغلم وایسه دیگه. Of suffering, of destruction. I chase redemption that I know I can never deserve. اینو میشناسی؟ من با این رفیق نشدم. آره با من رفیق نشد. من هم باش رفیق نمی‌شدم. آره ما اصلا رفیق نشدیم با هم دیگه. آره اصلا رفیق نشدیم. خب ببین الان ما یه چالش داریم ولی بهتون نمیگم. خب بگو. باید بدونیم چیه. یعنی اجراش نمی‌کنیم. به مردمم نمیگم. دوست دارم دیگه. کی باید ببینه؟ کونی. پس تو دیوونه‌ای. خب ببینید ما یه چالش داریم. بله. تشنه باید بمونیم. لشکریان یزید. اینجا آبه. ببینید این آب یزیده. همش. خب ببینید ما چالش داریم 6 تا خوراکی 6 تا چالش میگی دهنتون 6 تا چالش 6 تا خوراکی میدونی داستان چیه دیگه چی باید بگم یادم رفت بابا بگو خوراکیات چیه نه بابا خوراکی خودم نمیدونم چیه با ما همراه باشید تا چالش همراه نباشید هنوز ایرانسل ایرانسل نبض زندگی دیجیتال. خب ببین ما از الان ساعت چنده دقیق ساعت 1:35 است. از الان چالش شروع میشه تشنگی تا تایمی که یه نفر آب بخوره. بیار پایین دوربینو. خب تا تایمی که یه نفر آب بخوره میبازه. کسی که آب بخوره مجازات میشه و کسی که ما تعیین میکنیم مخونه باید بزنه. همه دارن زر میزنن. اینا ببین هم ماتریکس دارن خارج میشن. اصلا من خودم باور ندارم سر این قضیه. من اصلا باور ندارم تو. بیار بعد باید مخ کسی که ما میگیم بزنه. آره احتمال این باشه یا داره. و 6 تا چالش داریم. 6 عدد چالش 6 عدد خوراکی. چالش هم ببین نه اونقدر سخت نیست. تا حدود نفری 2 تا رندوم که از سن ما بهش گفتیم که سن کی بیشتره. بله سن کی بیشتره این گفت این من. خب اوکی الان ما باید در حال حاضر ما الان باید در حال حاضر بریم مستقیم که از آن تشنگی بکشیم. چالنجا رو میریم اون طرف انجام میدیم. اون طرف کله تو اینجوریه اینجا اون طرف انجام میدیم. همین دیگه. الان ببین قانون کار همینه. ببین آب میوه آب نوشابه بستنی نداریم. هر چیه داخل آب داره. خشک اینها برو بخور. اینو بگی دست خوب گاودی. پس باید آب نخورید. الان چند شروع شده. من میگم بریم یه جا نشستم پیدا کنیم. چیز کنیم. چالنجر رو بدیم دستتون. میدم. کن را برید حداقل گاوا. خب آروم. بانک ملل همیشه اسپانسر هم بوده. بله الان بریم تو پول ازشون بگیریم پول این نفر رو. من بابام خودش صاحب بانک ملل نیست ولی خب باز ان شاء الله. وایسا ببینم. یه ویدیو 500 تا لایک بخوره من این چالش رو باز میکنم. لایک خورده 500 تا. لایک خورده؟ آره خب 10 تا لایک شد. خب کی ما تو میخوای برداری اصلا وبکام؟ نه دست من جادوییه. اون با برداری دست جادویی نیستم. اون اولین نفره. کامرا رو بگیر کی برداره. بیا یه دونه برداری یا همه رو بر نداری. بوده دیگه. برسون. خب وایس به این
حس خیلی خوبی دارم چون که امامزاده کاظم با من همیشه من کاظم کدومشونه؟ کاظم اغلو دیگه 2 تا بیا جایزه باز کن سری باز کن بابا دلغک یکیشون باید زن باشه متاسفانه بالاخره جنسیت ها فرق داره میدونی من همیشه تو زندگی ولی یه چیزی این میتونه چالش قبول نکنه خوراکی رو قبول کنه و خوراکی این که قبول کنه ما میریم براش میخریم اینجاست یه کار خیلی سخت میشه. من چالش خودم انجام میدم. چالش خودت انجام میدی. خب جلوی یه زن دست دراز میکنیم و دست دادن جلوی یه مردم دست دراز میکنیم. برو گام چهار میزنه توی گوشم. دیگه اون مشکلی ما نیست. چالنجه میتونی انتخاب نکنی. حالا چالنج‌های بدتری هم وجود داره در این مکان. حالا این راحت ترینشه. خیلی راحت. خب چیکار میکنیم؟ بریم به مرد دست بدیم. به همون مرده که داره میاد بگیرش تلفن دستشه. آقا ایشون بیار اینجا. امیدوارم یه چک بخوره دل من خنک بشه. بریم دست بده. برو سری برو یک کوچولو خندلی. خب بچه این چالش برد با ما ثبت نکردیم وقایا رو. من هرچی دارم فشار میخورم ولی یه کوچولو شد. من دستامو دادم. خب اشکال نداره بریم اونجا بشینیم تا من چالش بعدی رو بگم. شد برو به یکی بگو این لباسایی که پوشیدی اصلا خوب نیست حتما ما عوضش کنیم. خب بچه ما باید شخص انتخاب کنیم و بیار اینجا بیا اینا ها سب کن خودم باید انتخاب کنم چالنجه بسکن مگه برای اینو خودش انتخاب کنم. بچه ها من الان یکی رو پیدا میکنم که عشق لباس فروشی حتما یه ترویس باشه بگیری. آها نه خودم باید انتخاب مگه برای اینو خودش انتخاب کرد. باش بذار خودش انتخاب کنه به هر حال این شکسته میشه. بریم پیشش بیاد. ببین نمیتونی لباسات بده ها. میتونی خوراکی هم قبول کنی. نزده بودی برید عوضش کنید زده بودی فقط لباسایی که پوشیدین مناسب نیست. لباسایی که پوشیدی اصلا نیست. درست می‌نویسی. آقا اصلا خوب نیست همین. نه نگاه همین. برو یکی که لباسایی که پوشیدی اصلا خوب نیست. خب همین میگم. یا همین دو تا. برو کام شیوا برام. بابا این پلشته. میگیرن اینجوری جرم میرن. خب قبول کن خوراکی تو. اینقدر سخته. میگه کام پایین نرو. سلام آقا هستم. یه چالشه می‌خواستم بهتون بگم که لباسایی که پوشید زیاد مناسب این فصل نیست. مثلا با تیشرتی چیزی به نظرتون هوا خنک‌تر نمیشه؟ جیبامو میزنه. جیباتون رو میزنن دیگه امنیت ایران داری. زیاد. خیلی ممنون ببخشید مزاحم شدم. ببین حاجی این خیلی آدم لاشیه. من به عقل خودم نمیرسید اینجوری به طرف بگه. لاشی مرسی ببین لطفه این آقا ببین حاجی باز کن دنبال همچی آدم میگردم دیگه.
پشمای من میخلنن از این مکان، از این داستان. خب بریم چالش جان اینجا بگیریم. چالش هم نباشه. بریم. در نه وایسا. در. ببین از نظر من باید چیزم از این شیشه ها رنگی باشه. بخت رنگی. برو از یه نفر بپرس که یه مجازات خوراکی بهت بده. یعنی یه شخص به من میگه که من خوراکی چی بخورم، ولی بهش میگم که آب و اینا نباشه. یه مثلا میتونه بگه بستنی، مثلا بستنی نداریم، ولی میتونه بگه پفک، میتونه بگه چیپس تون. اینجوری. بریم بگیریم. آجی از نظر من اینا دارن تشنه‌ای میمیرن ولی خودشون به خودشون هم چیز نمیکنن. دیگه بیا اینجا ببینم تو آیه تشنته. بیا تشنته. خیلی زیاد. اصلا تو چی؟ تو تشنته؟ نه اصلا. گوه میخوره، لباش خوش شده. من خودم تشنه دارم میمیرم. خب چیز نمیدم. بریم من چالنجمو بگیرم. چالنجمو من نگرفتم، آدمی وجود نداره. ما اینجا دو نفر تو جلو چیز کافه نشستن. برام بپرسم ازشون. خب برای این آقایی که نشسته. این آقایی که نشسته دیگه قمه بخور. دیگه بیسکویت لاتکس. بریم بپرسیم بیام یه چالش خاصیم آدمش پیدا کردیم، ویدیو رو براتون میگیرم. نمیذارم ولی تو یوتیوب بند میشه. که من بخورم الان اینجا بقالی بالا بگیرم. اون بقالی بالا میتونی مثلا چیپس هم بگیری یا چه مزه چیپس بگیرم؟ فلفلیشو بگیر. فلفلیشو چقدرشو که خودم حالا چند قطعه چقدرشو بخورم از اینم تعیین کنه دیگه. چقدر چیپس؟ یه مش بسته. یه دونه چیپس کامل. یه دونه چیپس کامل. آره. من کمکت نمی‌کنم. دست درد نکنه. دشمن شدم مامان. دست درد نکنه. همت گرم. چه حسی داری؟ خب بچه‌ها بذار من یا خدا. خب منم میخوام همراهش کنم. منم میخوام همراهش کنم. بچه گلیه. بگم نه خودشون زودتر می‌بادن. هیچ کدایی تا چیز دیگه. بیا لیش داداری می‌کنی مگه چیزه؟ استعماله. میزنه بالا. توش اینو بشینش کن که نداره 100%. ببین این چالش بچه هاست سرم. یه دقیقه میمیری. زندگی یه ذره سخته بچه میدونی. سعی کنید پولدار باشید. تنها نصیحتی که من میتونم بهتون بکنم میگه پولدار باشید. اول پول بعد سلامتی.